کتاب دوست، رفیق، همدم، همنفس و همبال انسان است. درود بینندگان عزیز، نشر نوبتی برنامه انیس کنج تنهایی پیشنهاد شماست از تلویزیون بهارستان. امروز ما صحبتی داریم با یکی از غالب آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی. کتاب است از روی نامیناسی ادبیات معاصر تاجیک، ادیبه بیگوه. درود بر شما. سلام. شما رو با برنامه خوش آمدید میگوییم. تشکر. غالبیت مبارک باشد. تشکر زیاد. خب بیاید ادیبه خود را خوبتر معرفی کنید. بیگوه ادیبه هستم، دانشجوی بخش دومی کالج طبی جمهوریوی شهر دوشنبه. همزمان غالب آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نامیناسی خواندن و ایجاد نمودن آثار ادیبان معاصر تاجیک. احسن به شما. خب در آغاز برنامه برای آن نفرانی که ما و شما رو تماشا کرده ایستادند چی اهدا میکنید؟ غزل از استاد رستم وهاب. مرحبا. وطن در چشمه این مهرت دلم را شستشو کردم، ز قلب پاک بختی بیگزندت آرزو کردم. اگر چشمم برویت خیره شد امروز معذورم، بسا شبهای غربت اخترت را جستجو کردم. نشانه از تو دیدم هر کجا با مهر فرزندی، ببوسیدم نهادم روی چشمی خویش بو کردم. برای روز فیروزت به تکبیر سلیمانی، به آن سیمرغ البرزت نشستم گفتگو کردم. چو دیدم هرزگوی با گزافت پاره خواهد کرد، به موی کلک خود چاک دهانش را رفو کردم. ز پیرانت دعا جستم، ز طفلانت ضیا جستم، به اشک رحمت و لبخند مادرها نمو کردم. الا قلب خراسانم، همان خورشید گردانم، که از شش سوی عالم سوی خورشید تو رو کردم. احسن به شما ادیبه بانو. واقعا هم قرائت خیلی عالی و غزل بسیار هم عالی در وصف وطن. تشکر. خب اکنون بیایید درباره خود، درباره تحصیل خود، درباره زادگاه خود برای ما معلومات بدهید. زاده شهر دوشنبه هستم و در رشته طب در کالج طبی تحصیل میکنم از روی اختصاصی کار فرماسفتی. احسن. پس اگر شما اختصاص خود را ساحه طب انتخاب کرده اید، چی سبب شد که شما با ادبیات رو آورده اید و در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک نمودید؟ قریب تمام نفرانی که با من شناس هستند این سوال را به من میدهند، چون من پیرو سینای بزرگ هستم. چون که میدانیم سینای بزرگ هم در رشته طب و هم در رشته ادبیات سهم خود را گذاشتند و من نیز خواستم که پیرو این مرد بزرگ ملت باشم. احسن به شما. بله بینندگان عزیز، واقعا هم هر یک فرد تاجیک باید که نوبسته از آنی که در کجا کار و فعالیت میکند از فرهنگ پرغناوت خود، از ادبیات گذشته خود با خبر باشد. دانستن ادبیات پرغناوت خود، ادبیات کلاسیکی، ادبیات معاصر، این برای هر یک فرد تاجیک باعث افتخار است و در راه زندگی، در راه معرفی وطن خود البته یک سهم ارزنده خود را توسط حفظ و مطالعه کردن اثرهای گران ارزش ادبیات خود سهم ارزنده میگذارد. خب ادیبه بانو، برای غالب شدن در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است، البته در دور نهایی شما چی مشکلی ها را پس سر نمودید تا به امروز رسیده و امروز عنوان بلندترین غالب آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است را در سال 2023 بگیرید؟ اصلا مشکلی ها قریب که نبودن، تنها سحر بر وقت خستن، به کتابخانه ملی آمدن و در آنجا تمام آن کتاب هایی که به ما دسترس میکردن و اینکه خودمان از کاتالوگ کتابخانه
خواهش میکردن تا آن کتاب ها را به ما دسترس نمایند تا ما آنها را مطالعه نماییم و 1 ماه پیش از آزمون قریب تمام روز خود را در کتابخانه گذراندم و از ته دل خواهش آن را داشتم که امسال در آزمون غالب آیم، چون امسال سال 4م بود که در آزمون اشتراک کرده ایستاده بودم و میخواستم که امسال غالب آزمون بگردم. احسن، یعنی آرزوی شما بود که یعنی بسیار آمادگی دیدید تا امسال در این آزمون سزاوار جای نمایان گردید. بله. احسن، واقعا هم آرزوی شما امسال عملی شد و شما نام بزرگ غالب آزمون را به دست آوردید. مبارک باد. تشکر زیاد. البته بینندگان عزیز، هیچ زحمت بی‌پاداش نیست. ببینید که ادیبه بانو طول 4 سال در این آزمون اشتراک نمودند و امسال آمادگی خود را جدی دیدند و کوشش نمودند که تا در این آزمون سزاوار جای نمایان گردند. البته غالبیت نصیبشان گشت و سزاوار نام بزرگ غالب آزمون جمهوریوی گشتن نصیبشان شد و این چنین مکافات ارزنده از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت نیز نصیبشان گشت. خب پس بگویید که راهنمای شما در این سمت کی هست؟ آیا شما خود مستقلانه آمادگی دیدید یا که نفر شما را راهنمایی میکنه در این راه؟ استاد من در این راه معلمه مکتبمان رحیم و گلناره بودند که این شخص قریب تمامی کوشش خود را به خرج دادند تا اینکه من در این آزمون غالب آیم. قریب هر صبح من به نزد معلمه می رفتم و آن کس از من آن همه ربایی و داستان و اینکه غزل‌هایی که از یاد نموده بودم می پرسیدند و معنی آنها و اینکه آن لغت‌های را که من نمی‌فهمیدم و من می‌فهماندند. احسن. خب نقش پدر و مادر شما، نقش والدین شما برای اشتراک در این آزمون چگونه است؟ من یکی از سبب‌های غالبیت خود را در دعای مادر خود می‌دانم. بهوده استاد لایق بزرگوار نگفتند سجان و دل فدایی یک مدعای مادر فتح و کشایش آرد دستی دعای مادر. مادرم نیز زیاد میخواستند که در این آزمون غالب آیند، چون همه آن زحمت‌های شبانه روزی مرا میدیدند. زیاد میخواستند که من در این آزمون غالب آیم و چون خبر غالبیت من به گوش مادرم رسید، خرسندی آنها حد و کنار نداشت. یعنی برای اشتراک شما پیوسته دعای خیر میکردن؟ بله. خب ادیبه، پدر شما با چه کارها مشغول است؟ پدرم در فدراسیون روسیه مهاجر هستند و در آنجا کار میکنند. یعنی کار و فعالیت خود را در آنجا ادامه میدهند. خب ادیبه، این لحظه شما فرصت دارید که توسط تلویزیون مهرنامه دل خود را به پدر ارجمند و به مادر عزیزتان برسانید. خب شعر از مادرنامه استاد لایق شرلی. در آن ساعت که دل گیرم کجای مادری پیرم، بیا بیا بنمای تدبیرم که در گرداب تقدیرم. سرم خواهد نوازش های دستانی تو را امروز، دلم خواهد نگاه گرم چشمانی تو را امروز. دلم خواهد دعایت را دو دستت را چو دو بال پرستوها به سوی قبله بکشاده. خدا را از فلک ها بر زمین خوانده، گسیلم کرده ای بر راه های دور. سپس از پشت من بگریسته ای در خود فرو مانده. چی میپرسی؟ تو از من بیشتر میدانی دنیا را و قسمت را. تو از من بیشتر میدانی صبح و شام دولت را. ولی من هر قدر از حکمت دنیا سبق خواندم، کتاب کهنه و نو را چو بالین زیر سر ماندم. فزون از تو جهان و زندگانی را ندانستم، کشش های زمین و آسمانی را ندانستم. ندانستم که در 100 سالگی هم باز همچون کودکی پرپیچ خواهم مرد. ندانستم
که بعدی شیر پاک تو فقط افسوس خواهم خورد، فقط افسوس خواهم خورد. آفرین، احسن. واقعا هم قرائت خیلی عالی و بهترین شعر برای مادر. مادر در حیات انسان یگانه شخصیتی هست که پیوسته غمخوار و غمگسار فرزند است. یگان مادر نمیخواهد که فرزندش ناراحت باشد، بر پای فرزندش خار خلد. همیشه دعای خیر میدهد برای فرزند. البته مادر غمخوارترین شخص برای فرزند است. در یکی از قصه های استاد مجید سلیم که با نام میر سید علی همدانی مشهور است، از ایشان روایت هست که وقتی همسر میر سید علی همدانی به نزدشان میآیند و میگویند دخترت به یکی از شاگردان دل بسته است و آنها میخواهند خانه‌دار بشوند. میر سید علی همدانی به همسرش میگوید پس به آنها دعای خیری بده تا آنها در آینده عائله خوشبخته باشند. همسر به میر سید علی همدانی میگوید شما که قبلگاه و ستون خاندان هستید، به آنها دعای پدرانه بدهید تا در آینده عائله خوشبخته باشند. میر سید علی همدانی به همسرش میگوید اجابت شونده ترین دعا در نزد خداوند این دعای مادر است، چون که مادر غمخوارترین شخص برای فرزند است و هیچگاه نمیخواهد که فرزند در زندگی شکست و اینکه خار شود و اینکه دل شکسته شود. بله، واقعا هم ادیبه مادر نفری هست که همیشه سعی و تلاش می‌ورزد تا اینکه فرزندش شخصیتی با معرفت شود. چقدر زحمت ها، چقدر بدرخوابی هایی که کشیدند در ایام طفلی، البته میخواهد که ثمره آن را امروز در آوان پیرانسالی بچشد و ما تمنای آن را داریم که شما در آینده یک شخصیتی میشوید که برای مادر عزیزتان خدمتگار میشوید و پیوسته نامبردار پدر و مادر ارجمندتان میشوید. البته واقعا هم بینندگان عزیز، در زندگی در حیات انسانی نقش پدر و مادر خیلی بزرگ است. از این لحاظ ما و شما را میباید که به قدر پدر و مادر خود برسیم و همیشه کوشش نماییم تا نامبردار پدر و مادر خود باشیم. خب ادیبه، چون شما از روی نامیناسی ادبیات معاصر تاجیک در آزمون مذکور اشتراک نمودید، خب برای ما بگویید که به حکمان نقطه سنج شما چقدر غزل ها، چقدر شعرها، چقدر داستان ها و روایت ها و چقدر اثرهای نثری پیشنهاد نموده بودید؟ به حکمان از آثار نثری زیاده از 25 رمان، 40 پوست، 100 حکایه، 15 آچرک و یک قطار درامه ها را پیشکش نمودم. از آثار نظمی غزل 150 رباعی و دو بیتی، 450 بیت پارچه از داستان و 520 بیت دیگر نوعهای شعری را پیشنهاد نمودم. احسن. خب ادیبه بانو، چون شما غالب آزمون از روی نامیناسی خواندن و از یاد کردن آثار ادیبان معاصر تاجیک هستید، این لحظه می توانید برای ما پارچه از داستان قرائت کنید؟ خب پارچه از داستان موج‌های دنیپر از استاد مومن قناعت. آغاز. ای دنیپرا، مادری پاک ترس، نزد تو 10 روزه مهمان آمدم. از لبی دریای پنج بیقرار، از بدخشان، از زرفشان آمدم. ایزن ده، یک دم نشینم در برت، سیر بینم موج‌های دلبرت. بشنوم آواز پرشور تو را، با سرود کاب زرجور تو را. بنگرم بر شیوه رفتار تو، بشنوم از لهجه گفتار تو. تا به مثل پنج بشناسم تو را، در بدخشان جویم آثار تو را. آمدم پیش تو از راه دراز، نه به مثل رهنورد و رهگذر. آمدم با احترام و باوری، همچو فرزند به درگاه پدر. آمدم رود بزرگ ای موج‌ها، تا شوم چون قطره یار شما. تا شوم واقف ز اسرار شما. موج‌های و موج‌های و
موجها. آفرین، احسن به شما. خب ادیبه بانو، این قدر غزل ها و شعر ها چگونه در خاطره شما میستند؟ آیا سیری دارد؟ من چی در خانه و اینکه من چی در خانه چی در راه، عموما وقتی خالگی خود را به تکرار نمودن همان غزل و داستان رباعیات و بیتی هایی که از یاد نمودم میگذرانم، چون بزرگان گفتند که تکرار مادر دانش. بله، واقعا هم درست. و شما چون غالی برآمدید اکنون چی نقشه ها دارید باز؟ چون فن الگبرا و گیومتری را زیاد دوست می‌دارم، می‌خواهم که رشته دانش خود را در این سمت بسنجم و در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت اشتراک نمایم. آفرین، یعنی غالبیت رو در آزمون جمهوری فروغ یوسف دانایی به دست آوردید. این لحظه می‌خواهید که باز دانش و مهارت خود را در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت بسنجید. بله. پس ما برای شما موفقیت خواهان هستیم. تشکر زیاد. خب اکنون بگویید که آزمون جمهوری فروغ یوسف دانایی کتاب است در حیات شما چگونه نقش دارد؟ آزمون فروغ یوسف دانایی کتاب است نه تنها در حیات من، بلکه در حیات همه آن نفرانی که غالب آزمون هستند نقش بسیار بزرگی دارد. چون وقتی ما کتاب می‌خوانیم تمام دنیا را با طیاره اندیشه سیر می‌نماییم. وقتی انسان کتاب را به دست می‌گیرد، آن همه لحظه هایی که در کتاب است پیش نظر او می‌آید. بیهوده بزرگان نگفتند بهترین یار وفادار کتاب است. کتاب یار بی منت و آزار کتاب است. کتاب. تشکر. ادیبه بانو، واقعا هم هر نفری که در برنامه ما اشتراک می‌کند به حیث غالب آزمون جمهوری حسیات خود را، حسیاتی که غالب بودن خود را درک کرده بود، یک عجیب نقل می‌کند. خب شما در آن لحظه که غالبیت خود را فهمیدید چگونه حسیات شما را فرا گرفت؟ خود را چگونه احساس کردید؟ سراول به همه آن نفرانی که در آزمون اشتراک میکنند گفتنی هستم که به خود باوری داشته باشند. وقتی من در دور نهایی آزمون برآمد کردم و از صحنه بیرون شدم، همه به من گفتند که برآمدت بهترین بود و به هر حال من به خود باوری نداشتم و روزی که باید جدول غالبان در کتابخانه ملی به گوشه اعلان ها گذاشته میشد، من به کتابخانه ملی نرفتم چون زیاد میترسیدم که گریه میکنم و در خانه بودم. و وقتی ساعت 5 شد یکی از دوستانم به من زنگ زده گفتند که تو در آزمون سزاوار جای دوم گردیدی. باور نکردم و خواستم همون جدول رو با چشمان خود بینم و دوستم آن جدول رو به من عکس گرفته روان کردند و وقتی نام خود رو در روی خط غالبان دیدم از خرسندی چنان گریه کردم که مادرم بسیار ترسیدم و گمان کردم که من در آزمون غالب نآمدم و برعکس من را دلبرداری میکردم که هیچ گپ نیست، سال آینده باز غالب میآیی. و من با آواز گریه آلود به مادرم گفتم که مادر جان من در آزمون غالب آمدم. احسن با شما، یعنی این اشک شادی بود. بله. احسن. خب اکنون بیایید یک شعری وطن دوستانه این لحظه برای ما قرائت کنید. شعر در وصف تاجیکستان صاحب استقلال از استاد صادق ذوقی. تاجیکستان مادری من میهنم، زنده ام با تو توی جان و تنم، هر کنارت را تماشا میکنم، از تماشایت نتانم دل کنم. زنده ام با شهرت و شان، زنده ام من به نام آل سامان، زنده ام در سفر باشم اگر دور از وطن، با خیالت تاجیکستان، زنده ام سربلندم با بدخشان، سربلند با غرور کوه ختلان، سربلند سربلندستم به هر یک گوشه ات، من برشت و با زرفشان، سربلند تاجیکستان مادری من میهنم، زنده ام با تو توی جان و تنم، هر کنارت را تماشا میکنم، از تماشایت نتانم دل کنم. خیلی قرائتی عالی.
خب ادیبه بانو، شما با تمام یار نفرانی که عین حال ما رو تماشا کرده ایستادند، شاید در دل نیت اشتراک در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی را دارند. چی گفتنی هست؟ چی مصلحت میدید همچون غالب آزمون؟ به تمام آن نفرانی که میخواهند در آزمون اشتراک کنند گفتنی هستم که کار خطایی نمیکنند، چون وقتی در آزمون اشتراک میکنند سویه دانش آنها زیاد میگردد، دوستان نو پیدا میکنند و خاصه به آن نفرانی که در آزمون اشتراک کردند اما غالب نبرآمدند گفتنی هستم که هیچگاه راه افتاده نشوند و چقدر میتوانند باز هم علم خود را، دانش خود را زیاد گردانند و در سالهای میم بعده در آزمون اشتراک نمایند و باوری کامل دارم که شاید در سالهای آینده سزاوار جای نمایان نمیگردند. احسن به شما. بینندگان عزیز، واقعا هم هر نفری که در برنامه ما، در برنامه انیسی کنجی تنهایی اشتراک می نماید، البته غالبان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است و اینچنین اشتراکداران این آزمون هستند. با روی ما و شما توصیه می‌دهند که پیوسته کتاب بخوانیم، کتاب دوست باشیم. از اینجا برمیآید که آنها از کتابخوانی به جای رسیدن. واقعا هم کتابخوانی راه زندگی انسان را درخشان می‌سازد. از این لحاظ باید که همیشه کتابخوان و کتاب دوست باشیم. ادیبه بانو، در آخر برنامه بیایید یک غزل دیگر قرائت کنید. اگر چندی که در ملک ادب خود خاک ره گیرم، به باغ شعر باشد سبز آخر نخل تصویرم، کرای زندگی دور از خلل آسایش عمر است، به هنگام جهالت رو زدن دنیای تدبیرم، سخن از بابت حق گفتنم دل را نشان دادم، که از تیر نگاه خصم نه از دست خود قیرم، غریب افتاده در لحظه جان کندنش می گفت خدایا یک نفس بازم بده تا در وطن میرم، بغیر نیکی دنیا بر پر کاه نمی ارزد، جوانی ترک ما را کرده و همسایه ای پیرم، به انجامم نگاهم رفت و روی مرگ را دیدم، چی باشد رفت و آیم ای خدا حیران این سیرم، فقط از رشته های مهر بافم بیت صادق را، چو مادر ز التفات و مهر داده از ازل شیرم. تشکر به شما. بار دیگر شما را با برنامه خوش آمدید میگیم. تشکر زیاد. غالبیت بار دیگر مبارک باشد به شما و به تمام نزدیکان و پیوندان شما، مخصوصا به مادر عزیز شما. تشکر زیاد. بینندگان عزیز، یادرس می‌شویم که قهرمان برنامه ما بودند ادیبه بیگا و غالب آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است، از روی نامیناسی خواندن و از یاد کردن آثار ادیبان معاصر تاجیک. در اینجا ما میرسیم به فرجام برنامه. تا برنامه دیگر تنصیحت و پیروز باشید. همیشه کتابخوان و کتاب دوست باشید. خیر.